به نام آن که محکمه بدون قاضی به نام وجدان را آفرید. الحمد و الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و صلاة و سلام علی رسول محمد و آله اصحاب اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از نزد فرد و تک تک حضار گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز همه شما بخیر. بحث امروزی ما نظام خانواده هست. نظام خانواده چیست و چی رکنی دارد و نظام خانواده چی سیستم هایی دارد، روی این امروز بحث صورت میگیرد. نظام خانواده، رکن اصلی در نظام خانواده چی هست و نظام خانواده چگونه شکل میگیره و چگونه به وجود میآید. نظام خانواده چیزی هست که خانواده بر اساس آن شکل میگیرد. در آغاز دو شخصی که با هم ازدواج میکنند و عروسی میکنند یک نظام خانواده را تشکیل میدن. وقتی که تعامل صورت میگیرد و نطفه‌ای که در رحم مادر بسته میشود، اون طفلی که به دنیا میآید، یک نظام خانواده توسط آن تشکیل میشود و یک و دو سه طفل، هر قدر طفل و کودکی که در خانه به دنیا می آید و تولد می شود، این تشکیل نظام خانواده را می دهد. مثلا اگر هر قدر طفل کم باشد و اولاد کم باشد در خانواده، به آموزش و پرورش و تربیت و تعلیم او کودک و طفل رسیدگی درست صورت می گیرد. اگر طفل زیاد باشد و با طوری که اعجاب می کند، رسیدگی درست صورت نمی گیرد. حالا درک ساختار یک سیستم خانواده نسبتا آسان هست. آدم می تواند ساختار یک سیستم خانواده را درک کند، اما درک نحوه عملکرد آن سیستم خیلی دشوار هست و مشکل هست که ما چگونه بتوانیم نحوه عملکرد آن سیستم را درک بکنیم در نظام خانواده. این مسئله بسیار مهم است. انواع نظام خانواده وجود دارد و انواع نظام خانواده ها شکل می گیرد و به وجود می آید، ولی ما انواع آن را می شود این گونه و بحث بگیریم که در نظام های خانواده و انواع نظام خانواده چی هست. عبارتاً از نظام ارزشی خانواده هست، نظام پرورشی خانواده هست، نظام آموزشی، نظام اقتصادی خانواده، نظام تربیت خانواده، نظام حقوقی خانواده، نظام حیات خانواده هست و غیره و غیره. خب در کل چند مسئله بسیار مهم است در نظام خانواده. اول پرورش بسیار مهم است و آموزش بسیار مهم است. نظام اقتصادی خانواده بسیار مهم است. نظام تربیت خانواده بسیار مهم است که ما از لحاظ اقتصادی امکانات را داشته باشیم و زمینه‌های تربیت و پرورش و آموزش فراهم شود و غذا و لباس و آموزش کودک و اطفال رسیدگی درست صورت بگیرد. و در کل مسئله‌ای که بسیار مهم است در نظام خانواده، طرز صحبت کردن شوهر خانم هست که اینا همیشه باید ادب، اخلاق، محبت، مهربانی، صمیمیت، احترام، خوبی، صداقت، پاسداری، وفاداری، نیکی، همه را در نظام خانواده باید رعایت بکنند و در نظر بگیرند که اطفال و کودک مطابق پدر و مادر خود را
عیار کند و برابر بسازد و مطابق پدر و مادر عملکرد داشته باشد و تمام عادات را که اطفال و کودک فرا میگیرد در آغاز از نظام خانواده فرا میگیرد و هر چی که در نظام خانواده اتفاق میافتد کودک و اطفال آن را فرا میگیرد. ما باید بسیار زیاد تلاش کنیم که در نظام خانواده در حضور کودک ما، اطفال ما طرز صحبت بکنیم و طرز حرکت بکنیم که همه شامل ادب و اخلاق و مهربانی و محبت و خوبی و صداقت و وفاداری و پاسداری و نیکی و در کل همه خوبی ها باشد که کودک و اطفال مطابق او خود عیار بسازد و از ما بیاموزند و کسب بکنند. حالا با کمال تاسف در نظام‌های خانواده طرز برخورد پدر و مادر نادرست است، فحش میتن، بیادبی میکنن، بد اخلاقی میکنن، جنگ و دوام میکنن و سایر بحث‌های که خلاف اصول انسانی هست را انجام میدن که بیشتر اطفال و کودک از اینها میآموزند. باید ما طور در نظام خانواده حرکت بکنیم و پیش برویم که تمام اون ویژگی ها و اون نکات اهمیت دارد، ارزش دارد و ارزنده و آموزنده هست را که بیان کردم در نظام خانواده رعایت بکنیم، مطابق و عمل بکنیم، کودک و اطفال ما از ما می آموزند. و در ضمن باید ما طوری پیش برویم که اطفال و کودکمان را طور پرورش بدیم، آموزش بدیم، تربیت بدیم و طور عیار بسازیم و برابر بسازیم که تمام اصول اخلاقی و ادبی و صداقت را بلد شوند و انسان‌های سالم بار بیایند و در جامعه تقدیم شوند و مصدر خدمت به جامعه وطن مردم قرار بگیرند. اگر اینجا سیستم خانواده مشکل داشته باشد، در کل اون کودک و اولادی که بزرگ می شود بالاخره مطابق و سیستم عیار میشه و یک انسان بار می آید که بارودوش جامعه و در ضمن مدیر جامعه، مدیر در ابعاد مختلف، مدیر در بخش‌های و در سطوح مختلف مدیر که نمی شود به همه آن بپردازند. اهمیت نظام و اساس نظام در خانواده بسیار مهم است. اهمیت نظام و اساس در خانواده چگونه مهم است؟ مثلا ما وقتی که اهمیت نظام و اساس در خانواده در نظر میگیریم، چگونه یک اساس را بگذاریم، یک بنیاد را بگذاریم، یک طریقت را در خانواده، یک روش را در خانواده بگذاریم که حداقل تمام اون افرادی که در خانواده هستند مطابق و به پیش بروند و فعالیت بکنند. اگر در نظام خانواده هر اتفاقی که میافتد، رفتار یک عضو بر دیگر اعضای خانواده تاثیر منفی دارد و تاثیر بسیار بد دارد. یک اعضای خانواده اگر عملکرد بد داشته باشه، عادات بد داشته باشه، رفتار بد داشته باشه، اخلاق بد داشته باشه، در کل بد باشد، این تاثیر منفی میگذارد بالای تمام نظام خانواده و تمام نظام خانواده را آلوده میسازد به اون بدی که دارد. باید به هر شکل اینجا یک بحث وجود دارد. بنابراین همه باید سعی کنند در نظام خانواده که با این رفتار جدید و گیج کننده آن فرد و اعضا سازگار شوند، با آن تعامل کنند و زمینه‌های تعامل فراهم بکنند و زمینه‌های تغییر اون را اگر بتوانند فراهم بکنند، اگر نتوانند به نحوی با آن کنار بیایند و حداقل نگذارند که اون بدیها در خانواده بیشتر دامن زده شود که این باعث نابودی نظام خانواده می شود. این بالای تمام نظام خانواده تاثیر منفی خود را میگذارد که همه را نابود میکند. این بسیار مهم است در نظام خانواده. سیستم عاطفی در نظام خانواده بسیار مهم است. برای اینکه یک خانواده به عنوان یک سیستم به بلوغ برسد، باید یک سیستم عاطفی سالم در جای خود داشته باشد. این مسئله بسیار مهم است در نظام خانواده. هدف نظام خانواده چیست؟ هدف هر نظام خانواده این است که روابط فردی هر فرد
به گونه‌ای باشد که همکاری، احترام، مهربانی، محبت، صداقت، پاسداری، وفاداری، عشق را با در فضای خانواده ایجاد کنند. تمام این مسائل بسیار مهم است که اخلاق و ادب و محبت و مهربانی و صمیمیت و احترام و خوبی و صداقت و پاسداری و وفاداری و سپاسگزاری و نیکی و همه را در نظام خانواده باید ایجاد بکنند که هم از زیر تاثیر قرار بگیرند و انسان‌های سالم و خوب بار بیایند که در آینده مفید واقع شوند برای خودشان و جامعه و کشور. این مسئله بسیار مهم است. حالا هر انسانی که در نظام خانواده یک نظام خانواده را که تشکیل میده او درست پیش نروه و اولادی را که به دنیا می آورد بالای سعی و تلاش نکند، توجه نکند، روی ابعاد مختلف مسئله تمرکز نداشته باشد و فکر نکند که من اولادای سالم و درستی را تربیت کنم، پرورش بدم، آموزش بدم و اینها را انسان‌های بار بیاورم که اینا مفید در نظام خانواده، در جامعه و در کشور باشند. روی این مسئله تمرکز نداشته باشد، فکر نکند و از تعقل استفاده نکند و کار نگیرد، ما در آینده شاهد بدبختی های اون نظام خانواده خواهد بودیم. در آن وقتی که بالای این کودک، اطفال و بچه هایی که در خانواده به دنیا می آیند و تولد می شوند سرمایه گذاری درستی صورت نگیرد. همیشه بدبختی هایی که در جوامع مختلف به وجود می آید، عوامل تمام بدبختی جوامع، ملت ها، کشورها، نظام های خانواده هست. خشتی اول گرنیت معمار کج تا سریا می رود دیوال کج. اگر ما تهداب را در نظام خانواده راست بگذاریم و خوب بگذاریم، ما از تعقل و عقلانیت استفاده بکنیم و کار بگیریم، از اندیشه خوب استفاده بکنیم، برنامه و هدف داشته باشیم، با برنامه با هدف پیش برویم و بالای اولاد ما زیاد تلاش کنیم که تا بتوانیم اولاد درست تربیت کنیم و با جامعه تقدیم بکنیم. این مسئله بسیار مهم است و ما را زیاد کمک میکنه و میتوانیم که از این مجرا انسانهای درست تربیت کنیم، در جامعه تقدیم بکنیم. در غیر آن عامل تمام بدبختی جامعه نظامهای خانواده است که افراد درست تربیت نمی شود، پرورش نمی شود، آموزش نمی بینند، خودرو تولید می شوند، نه تولد، تولید می شوند، خودرو سبز می کنند، خودرو بزرگ می شوند و خودرو هر عادات نامشروع کمایی می کنند و کسب می کنند که این عادات نامشروع، این اعمال بدشان عامل بدبختی جوامع، ملل ها و تمام مردم می شود. بنابراین ما باید در جهت نظام خانواده خیلی کوشا باشیم که این مسئله بسیار زیاد مهم است. از توجه همه شما جان سپاس و امتنان از این که وقت کم است، بیشتر وقت شما را نمیگیرم، سخنهای خویش را همینجا به اختتام میبخشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.